بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشد. غلام یک کربی هستم از کانال یوتیوب آموزش پروگرام های کامپیوتر. در خدمت شما هستم با ادامه آموزش پروگرام مایکروسافت ورد. دوستان در ویدیوی قبل ما شما راجع به ویرایش متنی را که ما شما بخوایم در تابلوها و یا در اون چیزی که جنبه اعلانات و جنبه جلب توجه داشته ما شما استفاده کنیم. مثلا بر فرض ما با شما گفتیم که ما شما در پروگرام ورد یک از قوی‌ترین پروگرام های ویرایش متن هستند. متن حالا ممکنه در کتاب باشد، ممکنه در مکتوب باشد، ممکنه در تابلوها و یا اعلانات هایی که ما شما در فروشگاه ها هستند و یا در بعضی پشت کتاب هستند. در این مرتبه شما میتونید از استفاده کنید. بر فرض مثال ما شما یک مثال میذاریم که فروشگاه مواد غذایی برادران احمد. بر فرض مثال دوستا اگر ما شما بخوایم این را بخوایم که از لحاظ متن نظر ما شما یک ویرایش کنیم و یا یک چیزی را در یک حرکت های را تعیین کنیم که از لحاظ بیننده جالب توجه قرار بگیره، ما شما چطور میتونیم از استفاده کنیم. بر فرض مثال ما شما میم در کجاست از گزینه کلیک کنیم. ما شما قبلا تا گزینه اوتلاین چه خوندیم که ما شما از لحاظ اگر بخوایم یک متن همین فعل و یا رنگ داخلی دو چی باشد یا خط اطراف دو به چه حالت باشد که ما شما قبلا راجع به صحبت کلیک کنیم. پس دوباره میم در کجا در اوتلاین میم در کجا از نوع خط چه خط ضخامت و یا همو به اصطلاح جبلی از بگیم چقدر باشد که آخرین چی هستن. ما شما میگیم تا کجا تا این حالت باشد. ما بگیم که مثلا از لحاظ رنگی تو چی باشد، رنگ اوتلاین از ما میگیم رنگ اوتلاین از زرد باشد. خب ما شما بگیم در کجا این ترک مورتا ما شما میتونیم از استفاده کنیم. خب دوستان ما شما درباره که بخوایم اطراف متن اما لاین چی حالت داشته باشد و یا رنگ فعل و یا رنگ داخلی دو چی باشد که ما شما راجع در ویدیو قبل به صورت مفصل بحث کردیم. دوستان حالا از لحاظ سایه ما شما وقتی اگر یک متن برای یک چی یک فروشگاه باشد ولی چی یک ممکنه که اعلان شهر باشد، حالا اون نظر به نیازی که ما شما یک کار میخوایم انجام بدیم دازه باشد. ما شما اگر بخوایم از لحاظ جلب توجه وقتی ما شما اینجا تعیین کردیم که چطور مثلا اوتلاین داشته باشد، چطور رنگ داخلش، ولی اگر بخوایم برای امروز یک سایه هم بندازیم چطور کنیم کن ما شما نظر به امو دلخواه خود سایه هاش میتونید کنیم به این حالت باشد یا به این حالت باشد. این نظر به دوستا یک دیزاین رنگ‌آمیزیه که ما شما به صورت سلیقه‌ای اینطوری نیست که حتما اگر ما شما در فروشگاه باشد از این سایه استفاده کنید، اگر در کتاب باشد نه اینطوری است دوستان. این نظر با مو ایده و تفکر خود شما میتونید تعیین کنید. یا حالت لحاظ سایه میتونیم برایش موقعیت بدیم. اگر ما شما که بخواید نه هر یک از دو انتخاب نکردیم یا بر فرض مثال ما میخوایم این حالت انتخاب کنیم، بعد دوباره میریم در کجا سر شادو میم نوشته تایپ چی شادو آپشن، سر شادو آپشن کلیک کنیم چی باید میشه برای ما شما. اولا بر فرض مثال ما شما اگر این سایه را دوباره باز برای حالت پشیمان شدیم بر فرض مثال میتونید از اینجا دوباره تغییر بدیم. عین کلی هم حالت های قبلی اینجا هستن. ما بر فرض مثال میگم همین بین حالت باشد صحیح شد. میگم به همین حالت باشه، همین حالتی بلور و یا همو چی چقدر باشد که ما شما نظر به درجه بچیم تنویر یا مون نرمی صافتی از ما شما استفاده کنیم صحیح شد. این نظر با مو آیدی و یا مون نظر خود ما شما میتونیم تعیین کنیم و نظر به این است که دوستو ما شما چطور کنیم چی کنیم از حالت تر جلب توجه این رو ما باید مد نظر بگیریم. هدف اینجا نیستن که بر فرض مثال هدفی باشد که فرض مثال از لحاظ گرامر یا از حروف این اشتباه باشد، به هیچ تو کار نداره. هدف سری جلب توجه که ما شما یک رنگ‌آمیزی و یک حرکت رو به متن خوب بدیم. به اون حالت است که
این میتونیم باید با حوصله بشینیم تغییرات ها را یک دانه به دانه بررسی کنیم و اویی که مورد علاقه نیاز یا مورد علاقه شما میتونیم اون را انتخاب کنیم. خب و دیگه نوشته که تکسچر مثلا چه لحاظ متن شما میتونید رنگ خود متن تغییر کنید، میتونید چقدر باشد. صحیح شد. و نوشته گردلاین. دوستا گردلاین در متن درست مورد استفاده موشه بکنه انجام بدیم استفاده کنیم، اما در اصل این برای چی هستن؟ برای شکل هاست که ما شما قبلا بعدا ان در وینوی وینزرت مفصل در باره صحبت میکنیم. بر فرض میگیم بین حالت رنگ باشد، این رنگ با چه حالت باشد؟ لاینی به صورت یک نواخت باشد، یعنی به صورت دایره هر نقطه به صورت دایره اینتر جمع شده باشه، به صورت مربع مستطیل باشد یا پت باشد. دیگه یک تغییرات داره. ما به حالت دایره‌ای باشد. وقتی به صورت دایره‌ای باشد چطور باشد؟ نارنگ روشن خاموش می‌تونیم. سعی کن دوستان ما یک متن استفاده کنیم خب رنگ از روشن باشد. برم به سایت متن یکم کلان کن. تا ما شما چیز تغییرات میدیم. گرد لاین این حالت انتخاب کنیم. بر فرض مثال میگیم این چیز میگیم از این حالت باشد. صحیح شد؟ که ما شما از یک طرف خاموشی هم بر تا روشن شد. میگیم به صورت لاینی باشد، این به صورت رادیال چی باشد، یا به صورت تنگل باشد مستطیلی، و یا به صورت پت باشد. در حقیقت یک نوع جهت رنگ برای متن ما شما میتونید تعیین کنه که ما شما میتونید از او استفاده کنیم. و یکی دوستان ما شما جمعین با گردلاین ما شما چطور میتونیم چقدر خاموش روشن کنیم؟ صحیح کن همین گردلاین ما شما تا چه حد ادامه داشته باشد. صحیح شد؟ و این را میتونید کشف کنید و این متوقع رو چقدر روشن کنیم. ما شما میتونیم از این استفاده کنیم. خب دیگه ما شما دوستان داریم این رنگ کالر از به چه حالت تغییر بدیم؟ میگیم به حالت این حالت باشد. هدف از این کالر چیستن؟ رنگ اولی، رنگ دومی که نظر با او انتخاب میشه، این رنگ سومی رنگ است که در واقع بین در وسط از یاد رنگ قرار میگیره که ما شما نظر به این تعیین میکنیم با کدام حالت باشه. صحیح؟ این رنگ را که ما شما تعیین میکنیم این تعیین نه، حالت دو رنگ هستن. صحیح شد؟ استفاده. خب و یا ترانسپرنسی چقدر باشد تعیین کنی. هم میتونیم با صورت خود از نوار را کشف کنی و هم میتونیم با صورت درجه. بر فرض سلمان گویم این چقدر باشد؟ 80 باشد. میگیم با صورت چقدر باشد؟ 80. به این طور مرتب میتونیم از این استفاده کنیم. خب و یا بگید نو گاتلین این از او حالت خطا میخوردم. حالت چی؟ اولی قرار میگیرد. خب دیگه از لحاظ اوتلاین از هستن. همین اوتلاین را که ما شما در اینجا مورد مطالعه قرار داریم. میگه از لحاظ اوتلاین میگم این چطور باشد؟ اول ما شما میگیم رنگ شتر میگیم رنگ ازی باید زرد باشد. رنگ اوتلاین ازی میگه ترانسپرنسی چقدر باشد؟ میگیم این قدر باشد. صحیح شد؟ و یا که ما شما میگیم لاین ازی با این حالت دو لاینه باشد و یا بینی حالت باشد. صحیح شد؟ ما شما میتونیم از این استفاده کنیم. میگیم تاب ازی فلت اسکوایت باشد، میگیم ریویت باشد. به این حالت ها دوستان ما میتونیم از این استفاده قرار بدیم. این نظر با همو از لحاظی که ما شما بخوایم بر فرض مثال یک متن گفتیم که ما شما هدف در متن اینجا چیستن؟ هدف از این سری یک جلب توجه که معمولا برای اعلانات نمیتونیم مورد استفاده قرار بدیم. خب دیگه دوستان ما شما در شادو که با صورت کامل گفتیم که هر یک از نمیتونیم استفاده کنیم و دیگه اگر ما زمانی که نو شادو او سایه هستی بر چی میشه؟ حذف میشه، یعنی متن با حالتی نرمال قرار میگیره. اگر شما در ریفلکشن چیکار انجام بدید؟ دوستا هدف ریفلکشن نیست که سایه نسبت به متن تغییر موقعیت داشته باشد. به یه حالت باشد، به این حالت باشد، به یه حالت. این نظر به یک مش میتونه. و یا حتی دوستا ما شما میتونید فرض مثلا برای متن خود یک حالت رو بدیم که فکر کو که متن از ما شما روی گلاس آب هستن. گلاس آب زمانی که ما شما یک چیز قرار بدیم یک سایه داخلی او تقریبا برعکس از نشان میده. به یکی از شبیه ها میتونیم استفاده کنیم.
که معمولا در تابلوهای دکان در این چیزا خیلی مورد استفاده قرار میده فروشگاه ها، یا در بعضی پشت کتاب ها همچین حالت داره. اگر ما هر یک از برفرض مثلا ما این رو انتخاب کنیم سعی که سایه ما شما در فکر کنید که روی آب برعکس از رو در اونش سایه انداختن. و ما شما اگر بریم در ریفلکشن در آپشن اینجا ما شما چیزای زیاد داریم تغییرات نگو تغییر بدیم. سعی این نظر با تغییر شکلش نشان میده. و دیگه ما شما میگه لحاظ ترانسپرنسی چقدر باشد، کم باشد زیاد. یک وقت هست دوستان ما شما میخوایم یک متن سایه‌داری محو در صفحه قرار میدیم، بعد روی رو تایپ بدیم. مثل بعضی عکس‌ها اگر فکر شما باشد معمولا در اعلانات کامپیوتر از این چیزا جدا هستن، سعی عکس هستن محو خیلی ضعیفه، اما روی رو عکس‌های پرزه های کامپیوتر خود کامپیوتر اینا هستن. این طور مورد میترسه ما شما میتونیم که یک متن هم با حالت خیلی ضعیف قرار دیم و روی رو متن های دیگه خود موردی روی رو چیکیم تایپ کنیم. در حقیقت یک جهت رو ما شما باید تعیین که یک آدم با مو سل کنه که به چه حالت جور کرده چقدر زیبا جور کنه. به این طور مورد تا متن بخونه که همین دکان و یا یک آموزشگاه یک فروشگاه همین چی چیز داخل از وجود داره هدفی هستن. خب این به چه قرار میتونیم استفاده و یا تقریبا خط برشید دید حالت رو اگر بخواید پس دوباره تغییر بدید میتونید به این حالت کنید. میگیم به این حالت باشد حالت محوی پایین قرار داد ما شما میتونید استفاده چه به سمت پایین برید این متن خیلی روشن تر میشه. خب دیگر دوستا ما شما داریم چی داریم به نام گلوی داریم. گلوی دوستا در حقیقت قسم است که ما شما یک متن تایپ می‌کنیم اما اطراف هر حروف یک رنگ تقریبا آغشته شده رو نشان میده که ما شما در خیلی از چیزا از این مورد استفاده کنیم. ما از حالتی ریفلکشن خطا بدم که متن از ما شما به صورت یعنی حالت قرار بگیره و بعد از این بریم در گلوی میگیم همین چی حالت بشه این حالت به این حالت باشد به این حالت باشد به این حالت باشد. معمولا این حالت ها زیاد مورد کاربرد داره در کتاب در بعضی یک شعر یک نفر رو تابلو تایپ کنه و یا یک مثلا همین فروشگاه مواد غذایی احمدی یا یکم تو این حالت ها رو برش میده ما شما میتونیم از این استفاده کنیم که اگر ما شما بریم در کجا در مورد کالا رنگ شده میتونه با کدام رنگ ها باشه بالفرض ما بین حالت رنگ باشه وقتی ما شما با این حالت رنگ باشد من گلوی میتونیم استفاده خب و اگه ما شما بریم سر چی کلو آپشن از این هدف سر آپشن ازتن خب میگه چقدر همی عمق هدف سر این رنگ هستن هدف از پاشتگی رنگ چقدر باشد میگه کم باشد ما میگیم چقدر باشد 20 باشد صحیح شد و یا این میگیم بین حالت چقدر خفیف روشن باشد این نظر با مو ایدی خود کو شما میتونید نظر به درجه تا مو ایره تنظیم که تا با مو متن با مو دیزاین و با مو حالتی دلخواه ما شما در بیاریم تیم استفاده خواهد. و دیگه دوستا ما شما داریم دیگه نامبر استایل. دوستا همونطور که اگر ما شما در حروف یک استایل و یا یک افکت میتونیم سرچ کنیم و همچنین شما میتونیم در چی در همی چی هم کار انجام بدیم در حروف در چی در اعداد ما در اعداد هم این شکل ها داریم یک جهت و یا یک زیبایی رو برای حروف هم ما میتونیم قطعا اگر ما شما در تابلو اگر وقتی اعداد داشته باشیم حروف داشته باشیم اعداد هم قطعا داریم یا برای لمبر تلفن و یا شماره دکان
از این حالت ما میتونیم استفاده کنیم. و یا مثلا چیه این نشته که استایلست ست، یک چیزایی که نظر به موضوع متن خودش اینجی آماده مونه که مش ممکن یکش انتخاب کنیم. فرض مثلا این حالت انتخاب این نظر به میز متن یکی هستن، دو تا دیگر اینا برای ما شما پیشنهاد نه که ما شما میتونیم از این مورد استفاده قرار بدیم. خب و بعد از اون دوستا ما شما داریم ای بی. هدف چی هستن؟ در اصلی با نام هایلایت میشن، اما هایلایت کاربرد از که هستن. دوستان ما شما زمان از هایلایت میتونیم استفاده کنیم که ما شما به یک کارهای و یا به یک متنهایی را که ما شما بخوایم از لحاظ اصلاح و یا از لحاظ مقایسه کردن ما شما بخوایم یک در متن مقایسه کنیم، از این حالات ما میتونیم استفاده کنیم. اینطوری نیستن که تنها از لحاظ ای باشد که ما شما در متن فرض مثال ما شما یک مکتوب تایپ منیم و یا ما یک مکتوب با مکتوب دیگر مقایسه منیم یا یک لیست و یا یک جدول را، او زمان است که ما شما از هایلایت استفاده منیم. یکی است که ما شما اشتباهات یک نفر را میتونیم بگیریم، یک وقت است که ما شما دوباره یک نفر یک مکتوب تایپ کرده برای ما شما داده که شما سعی کنید از نظر دید شما آیا این تایپ متن مکتوبی که ما تایپ کردیم از لحاظ گفتاری صحیح است نیستن. دوستان اینطوری نیست که ما شما یک متن هر طوری بود که تایپ کرده درست هستن، یک وقت است باید از لحاظ ادبی از لحاظ گرامرش هم باید متوجه قرار بگیرن. همطوری هدف تنها در اینجا دیزاین نیستن، اینجا در زمانی که ما شما در یک مکتوب تایپ کنیم اینجا گرامر و یا ادبیات یک مکتوب مهمتر از دیزاین شکل هستند. پس ما شما اون زمان است میتونیم از این هایلایت استفاده کنیم. بر فرض مثال اگر ما این متن از یک نفر برای ما دادن، ما بداریم این نقطه رو اشتباه این کار نکن. و یا که میگیم برای یک نفر میگیم فرض مثال یک مکتوب تایپ منیم با صورت سافت روان منیم و اون چی بخوایم تاکید و یا مهم بودن یک موضوع و یا خلاصه یک موضوع را برای یک نفر مقابل نشان بدیم، ما میتونیم از هایلایت استفاده کنیم. و یا در جدول ها ما شما فرض مثلا جدول کارمندا داریم، ما میتونیم نظر برنگ بالا از امتیاز بدیم و یا نظر برنگ را بالا قرار بدیم یا پایین قرار بدیم. این حالات ها میتونیم استفاده کنیم. خب و دیگه چی هستن؟ رنگی چی هستن دوستان؟ رنگی قلمی که ما شما تایپ می‌کنیم. الان ما به شما با صورت ساده قلم، اما هر اون چیزی که ما شما تایپ می‌کنیم، بر فرض مثال ما اینجا تایپ قلم ما شما با رنگ چیست؟ با رنگ سیاه. اگر ما بیایم پس دوباره اینجا بگیم که نه تایپ ما با رنگ چی باشد؟ با رنگ زرد باشد. ما در واقع در اینجا ما میتونیم رنگ قلم خود رو تعیین کنیم. از اینجا میتونیم تعیین کنیم. خب و دیگه دوستان ما شما داریم یک کلیر فرمت داریم در صورتی بر فرض مثال ما شما اگر این را بخوایم بگیم بولد باشد، اتلیک باشد، آندرلاین باشد، یک وقت اصلا نمیخوایم باشد دیزاین داریم به نظر تو نه اومد یا خوبه بعد از نمی در یک مکتوب و یا در یک نامه موجود که میگیم چی کلیر فرمت با حالت اولی چی میشه؟ بله با حالت اولیشون برمیگردن. خب و دیگر دوستا ما شما یا ما شما چی داریم دوستا؟ یک بیلد تست داریم. چی کار انجام میده؟ دوستا ما شما در صورت از این میتونیم استفاده کنیم که به چند حالت. یکی است دوستا ما شما یک زمان است یک فرض مثال اینی مکتوبه ما شما میخوایم در طرف مقابل خود نشان بدیم دلایل خود را و یا همو کارکرد خود نشان بدیم، ما میتونیم از استفاده کنیم. بر فرض مثال ما میگیم خب ببینید الان میتونید الان اینا رو کدوم یک معنای خاص خود داره. بر فرض مثال ما میگیم این علاوه صحیح استفاده ما میگیم دیز مثلا میگیم چی حالا بر فرض مثال دیز is a book میگیم it is not
a book. میگیم it is not a pen. میگیم it is not a ruler. به این ترمورتا و یکی ما شما یک وقت سوال سه جوابه طرح کنیم دوستا، این ترمورتا ممکن استفاده کنیم و این ما شما فرض حالا در حالت صحیح ما داریم و ما شما میتونیم به این گزینه کشیم بساط چی باشد؟ عدد باشد، به این حالت عدد باشد، یک حروف لاتینی باشد و یا حروف الفبای انگلیسی کلان باشد، حروف الفبای خرد باشد. ما شما میتونیم به این حالت ها از استفاده کنیم. اون نظر با مو آیدی و یا نظر با مو رول و یا قواعدی که در یک اداره قرار داره ما شما میتونیم از این استفاده کنیم. خب دیگر دوستا ما شما داریم خب این دو حالت مسلم داریم استفاده کنیم و دیگر ما شما داریم رایت داریم، سنتر داریم، لفت داریم. دوستا اگر ما از لحاظ انگلیسی در نظر بگیریم ما از طرف چپ با راست میریم، از فارسی از راست به طرف چپ میریم، به حالت انگلیسی به حالت فارسی، به حالت انگلیسی به حالت فارسی ما شما میتونیم از این استفاده کنیم. خب و دیگه ما شما سنتر داریم. دوستا سنتر ما شما در یک موردهای خاص ما شما میتونیم استفاده کنیم. اگر ما شما لحاظ زبان فارسی خود در نظر بگیریم معمولا ما شما در چیزای فارسی خود چی داریم؟ در وسط متن داریم با نام خداوند داریم، خداوند جل جلاله. به این ترمورتا ما میتونیم استفاده کنیم و هیچ وقت و دیگر ما شما در جدول ها میتونیم از وسط استفاده کنیم که بازم خود از او تیبل تولز خودش گزینه داره که ما در وسط باشد، در وسط جدول باشد، در بالا در سمت وسط باشد، این خود اما دی بیشتر در این ترمورتا ما میتونیم از این استفاده کنیم. خب یا ما شما دوستا یک گزینه که داریم به نام جاستیفای. جاستیفای دوستا در کتاب نویسی خیلی کاربرد داره، نه کم خیلی زیاد. جاستیفای به حالتی که ما شما بخوایم یک کتاب تایپ کنیم خیلی کاربرد داره، به خاطر از اینکه ما شما اگر بخوایم به یک کتاب توجه کنیم اگر ما شما متن در نظر بگیریم سعی کن از یک طرف صافه که از طرفی که ما استارت تایپ شروع کردیم، اما در ختم لاین خو اینا با دندنک قاعده پس پیش برفرض مثل این کلمه بعدی مثلا یعنی ریمبرز هیچ جای نشته این مستقیم آورده اینجا و یا برفرض مثال این ساین در پالی پلاز جای نشته آورده اینجا داشته. الا در کتاب نویسی هیچ وقت همچین چیز وجود نداره. اگر ما شما در متن کتاب توجه کنیم به هر قدر که اینجا صاف هستن اینجا هم صاف هستن اما لاین پس پیش وجود نداره. اگر ما بخوایم از این حالتی خطا بدیم در کجا از چی گزینه استفاده کنیم؟ میگیم در کجا؟ در جاستیفای. میگیم همه شک نه وقت سکون دوستا چقدر قشنگ صاف شد. از این گزینه ما شما میتونیم استفاده کنیم. خود دوستای عزیز رسیم در پایان ویدیو. امیدوارم که از این ویدیو شما یک چیز را بیاموزید، برای شما مفید واقع شد. تشکر دوستا از حوصله‌مندی شما تا حالا با ما همراه بودید. دوستا اگر شما تازه وارد کانال ما شدید لطفاً ویدیوهای کانال آموزش پروگرام کامپیوتر را لایک کنید و کانال را خودش سابسکرایب کنید و برای دوستای خود شیر کنید. دوستا ممکنه ما در روش ثبت و یا روش تدریس مشکلات های وجود داشته باشد، اگر ما در کامنت ها همکاری کنید ممنون میشیم. تا ویدیو بعدی الله یار و مددگار شما.